ما 4 تا مسیر شغلی داریم: بیکاری، فریلنسری، کارمندی و کارآفرینی. آدما تصمیم میگیرن تو کدوم یکی از این 4 تا وارد بشن و ادامه بدن. خب توی مدرسه، توی دانشگاه باید این فرصت ها ایجاد بشه که هر آدمی، هر دانشجویی حداقل تو 4 سال، مخصوصا 4 سال کارشناسی که تو یه تایم خیلی خوبی داری برای تجربه کردن، بیای از هر کدوم یه درصدی رو امتحان کنی ببینی اصلا میخوره به تو یا نمیخوره. خب و این فرصت رو تو دانشگاه عموما باید فراهم کنن که خب حالا خوشبختانه متاسفانه ما همچین چیزایی رو نداریم و ما اینجا توی شتاب دهنده خیلی آسیب میبینیم. چرا؟ چون مثلا تیمی که اومده پذیرش شده حتی از مهارت‌های اولیه ارتباطی هم فاقده، یعنی بلد نیست ارائه بده.